اینی که میخوام بگم یه ذره مثبت 18. اوه چیه مگه بگو؟ 19. پسته مگه؟ هفته پیش رفته بودم شمال تو برف گیر کردم. پیاده شدم زنجیر بزنم، دیدم ندارم سینه زدم. یه روز رفتیم کباب بخوریم، یارو گفت کبابمون خرابه، جنجس. میدونی اگه چند تا رنو با هم تصادف کنن چی میشه؟ نه نمیدونم. پیاده میشه دهن همون مگان. دیشب خیلی سرد شده بود، میخواستم پتو رو بکشم روم، زیاد کشیدم رفتم یونان. میدونی خودکار موقع سکس وقتی به اوج لذت میرسن چی میشن؟ امضا. ای نامرد میدونستی؟ یه روز یه بامیه میخواسته با دوستاش بره بیرون، باباش بهش میگه برو ولی زول بیا. یه جوجه تیغی داشتم خیلی سال پیش، یه بار روش باد گرفتم، خارش گاییده شد. دیشب ساعت 1 بامداد هر کاری کردم خوابم نبرد، به جای ساعت 2 با خودکار خوابیدم. این واقعا بیمزه بود. خدایی این واقعا بیمزه.